خب برادرها ادامه کتاب همون چی کتاب ها هستند؟ نه مثلا کتابی دعاهای ریاض العابدین منتخب من ادیات صالحین، یعنی ای دعاهای آدمای صالح و پاک و بزرگان گرفته شدگی ای. خب این کتاب عربی ای در واقع در حقیقت و درشت خیلی کتاب ها هستند. مثلا مناجات القرآنیه لعثمان ابن عفانی ذی النورین، ای حضرت عثمان مناجاتی که ای آیات قرآن استفاده کردگی ای آوردگی ای. و همچنین دیگه دعاها هستند، دعاهای مثلا قرآنی هستند، دعاهای حدیثی هستند، انا دعاهای بزرگان هستند، ای اصحاب اومدگی ای علما، مثلا امام غزالی اومدگی ای، انا هر خیل دعاها اومدگی، بسیار کتاب خشرو چاپ شم خشرو اومدگی ای، زرد برگهای زرد، رنگهای ورقهای زرد. و همچنین با همین کتاب ریاض العابدین در این نمودی چاپش هم هسته اومدگی، در این نمودی چاپش اومدگی عربی هسته. کسایی که عربی را با میفهمن بسیار براشون کتابی مناسب و خوبه. همچنین دوستان کتاب ها داریم، با این کتاب ها در اینجا برای کتابی طهارت و نماز را می آموزم. این کتابچه برای کسایی که طهارت نمازخوانی را میخواهند یاد بگیرن، همشه اول خش رو یاد دادگی همراه با رسم صورت، یعنی طهارت کنی چی خیلی باشه، نمازخوانی چی خیلی باشه برای دخترها و مردکا، یعنی زنها و مردکا با صورتش نشان دادگی و در همچنین در درونش هر یک که توضیح دادگی در درونش سوره ها و آیت الکرسی و دیگه دعاها را هم به عربی، هم به خطی همون کریلیکی به تاجیکی و هم به خطی به ترجمه شونه نوشتگیان. مثلا سجده سهو چگونه انجام دادن سجده سهو گفتگیان، در کجاها وقتی خطا میشه باید سجده سهو بکنه آدم. خب بعد خلاصه اینا با ایجاد همش هم چیزها را گفتگی پیغمبران که نام اونا در قرآن اومدگی، انا ایجاد مثلا اللهم اغفر لی اتحیات آوردگی، همه اینها را آوردگی. بعضی سوره های مائده هم، سوره الحمد، سوره قل هو الله، سوره تبت، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینا هست. و این کتابچه برادرو در 3 زبان آمدگی، طهارت و نماز را می آموزم، تاجیکی، учу стахарат и намазу این روسی و طهارت و نماز و طهارتنی ارگنمن ای به زبانی ازبکی. دروناشان یک خیلن، فقط توضیحاتشون نوشته هاشون به زبانی روسی، ازبکی و تاجیکی. همچنین برادر فیض عینی تاجیکی داریم، بسیار کتابی خوبه که مردم ای احکامشون، ای دینشون، ای اعتقاداتشون در اینها در این کتابچه توضیح دادگی به صورت نرخ‌های دسترس. و کتابچه داریم، با در ادامه کتاب‌های داریم، کتاب‌های مثلا پیغمبرا، استوریای مثلا پیغمبرا، تاریخ پیغمبرا، مثلا پراروک آدم، حضرت آدم به صورت مثلا خشرو زیبا نقاشی کردگی چوب‌های مختلف. حضرت آدم داریم، حضرت نوح داریم، حضرت موسی را داریم، عیسی را داریم، یونس، حضرت ایوب، حضرت داوود، حضرت عیسی، حضرت صالح، حضرت سلیمان و پیغمبر خودمان. این کتاب ها بسیار در صورت چاپ های خشرو هستند. و همچنین کتاب ها با داریم درباره زندگی پیغمبرا، استوری پروروکوف для юных читателей. این کتاب هم بسیار کتابی خوب زیبا هستند که مثلا با رسم و صورت اینها نوشتگی برای کسایی که میخواهند علاقه دارن به دانستن زندگی پیغمبرها. اینها هم در دو صورت نوشتگی، هم به این شکل برای نوخوانا و هم به این شکل برای کسایی که آدمایی که کلان هستن میخونن میفهمن خشو میخونن. انا با کتاب داریم، کتاب چنین باقی انای پروپیس داریم، الفابet عربسکی. ایده مثلا با رسم ها حرف های عربی را چگونه نوشتن شد. مثلا نگاه کنین حرفی با را به اینجا توضیح دادگیه و از کجا تلفظ شدن حرفی با نشان دادگیه از دهان. و همچنین در پشتش خیلی شکل رسم هسته.
این کتاب ها بسیار خوبه، همه این پروپیس ها بسیار خوبن، همه حروف ها حرف های عربی هستند در اینجا. و کتاب حجامه هم داریم برادرها که حجامه را مثلا به صورت بسیار زیبا خوشرو چوبیده توضیح داده. یعنی کسایی که حجامه میکنن، یعنی تمام حجامه را، یعنی حجامه کجاها ده فایده داره، ای کجاها میشه حجامه کرده، همه این سیستم بدنی آدمی زده ای پیش و ای پشتش نوشتگیه و در اینجا چی توضیح دادگیان. این هم از این کتاب های ما.